بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه میخوایم به مزایای دستور کپی نسبت به دستور آفست بپردازیم. با استفاده از دستور کپی به راحتی میتونیم به کمک گزینه اری کپی برداری با فاصله و تعداد مشخص رو انجام بدیم، در حالی که کپی برداری با استفاده از دستور آفست با فاصله مشخص و به صورت تک به تک انجام میشه. بنابراین بسیار زمانبر هست و دستور آفست بیشتر در ضخامت دیوارها در پلان کاربرد داره. مثلا اگر بخوایم پله مستقیم ترسیم کنیم، دستور کپی خیلی این کارو برامون سریعتر انجام میده تا دستور آفست. حالا دستور کپی رو اجرا میکنیم. عبارت CO که کلید میانبر دستور کپی هست رو تایپ میکنیم و بعد کلید انتر رو میزنیم. موضوع مورد نظرمون که این خط هست رو انتخاب میکنیم و حالا کلید انتر بر روی صفحه کیبورد رو میزنیم و حالا نقطه مبنا یا بیس پوینت رو انتخاب میکنیم. برای اینکه به راحتی بتونیم نقطه مبنا یا بیس پوینت رو انتخاب کنیم، باید کمک رسم آبجکت اسنپ رو در حالت اند پوینت فعال کنیم. بر روی فلشی که کنار کمک رسم آبجکت اسنپ قرار گرفته کلیک چپ میکنیم و تیک گزینه اند پوینت رو میزنیم. گزینه اند پوینت این امکان رو به ما میده که ابتدا و انتهای هر خطی و هر شکلی رو خیلی دقیق بتونیم انتخاب کنیم. و علامت این گزینه به صورت مربع سبز رنگ هستش. حالا وقتی که تیک گزینه اند پوینت رو زدیم، بر روی این فلش کلیک چپ میکنیم. و حالا خود کمک رسم آبجکت اسنپ رو هم فعال میکنیم. در صورت غیر فعال بودن این کمک رسم به دو طریق میتونیم این کمک رسم رو فعال کنیم. یا بر روش کلیک چپ کنیم تا فعال بشه و یا اینکه کلید میانبرش که بر روی صفحه کیبورد F3 هست رو بزنیم تا فعال بشه. پس اومدیم چیکار کردیم؟ هم تیک گزینه اند پوینت رو زدیم، هم خود کمک رسم آبجکت اسنپ رو فعال کردیم تا به راحتی بتونیم نقطه مبنا یا بیس پوینت رو انتخاب کنیم. حالا با کلیک چپ نقطه مبنا یا بیس پوینت رو انتخاب میکنیم و حالا گزینه اری رو انتخاب میکنیم. همونطور که ملاحظه میکنید حرف اول این گزینه به صورت آبی رنگ نمایش داده شده، یعنی ما میتونیم عبارت ای رو تایپ کنیم و بعد کلید انتر رو بزنیم. من اینجا مستقیما گزینه اری رو انتخاب میکنم. تعداد کپی رو وارد میکنیم 12 تا و بعد کلید انتر رو میزنیم. حالا جهت کپی رو مشخص میکنیم. حالا برای اینکه این کپی برداری به صورت صاف انجام بشه، باید کمک رسم ارتومود رو یا به عبارتی که کلید میانبرش بر روی صفحه کیبورد F8 هست رو فعال کنیم. حالا جهت کپی رو مشخص میکنیم و حالا فاصله کپی برداری رو مشخص میکنیم. کف پله هامونه، یعنی اندازه کف پله ها رو وارد میکنیم 0.3، چون بر اساس متر داریم کار میکنیم و حالا کلید اینتر بر روی صفحه کیبورد رو میزنیم و حالا برای خارج شدن از دستور یا گزینه اگزیت رو انتخاب میکنیم و یا اینکه کلید اسکیپ بر روی صفحه کیبورد رو میزنیم. همونطور که ملاحظه میکنید خیلی راحت و سریع با استفاده از دستور کپی تونستیم این پله مستقیم رو ترسیم کنیم. حالا دستور آفست رو اجرا میکنیم. عبارت او رو تایپ میکنیم و بعد کلید اینتر رو میزنیم. کلید میانبر دستور آفست او هست. حالا اولین کاری که انجام میدیم فاصله کپی رو مشخص میکنیم 0.3 و حالا کلید اینتر بر روی صفحه کیبورد رو میزنیم. موضوع مورد نظرمون که این خط هست رو انتخاب میکنیم و حالا گزینه مالتیپل رو انتخاب میکنیم. همونطور که ملاحظه میکنید حرف اول این گزینه به صورت آبی رنگ نمایش داده شده، یعنی ما میتونیم ام رو تایپ کنیم و بعد کلید انتر رو بزنیم یا مستقیما این گزینه رو انتخاب کنیم. حالا موس رو در جهتی که میخوایم هدایت میکنیم و کلیک چپ میکنیم به این صورت. همونطور که ملاحظه میکنید یه مقدار زمانبر هست با استفاده از دستور آفست. حالا برای خارج شدن از دستور یا بر روی گزینه اگزیت کلیک چپ میکنیم و یا اینکه کلید اسکیپ بر روی صفحه کیبورد رو میزنیم. پس یاد گرفتیم که چجوری میتونیم برای سرعت دادن به کارمون مخصوصا در پله های مستقیم از چه دستوری استفاده کنیم که دستور کپی سریعتر این کار رو برامون انجام میده. امیدوارم که این آموزش مورد رضایتتون واقع شده باشه.